به نام خداوند بخشنده مهربان. حکایت طوطی و استاد سخن آموز. طوطی در برابر آینه ایستاده بود و عکس خود را در آینه میدید. او گمان میکرد که طوطی دیگری در برابرش ایستاده است. استاد سخن آموز نیز پشت آینه پنهان شده بود و مؤدبانه و با شیرین زبانی حرف میزد. طوطی بیچاره گمان میکرد که این سخنان آهسته را همان طوطی که در برابر اوست که در واقع تصویر خودش بود میگوید. طوطی که سخنان را از زبان همجنس خود میشنید سعی کرد یاد بگیرد و همزمان با او همان سخنان را تکرار کند و بعد این وسیله ناخودآگاه سخن گفتن را از زبان استاد آموخت. خداوند نیز برای تعلیم انسانها کسانی که همجنس ایشان هستند فرستاد تا انسانها به تقلید از ایشان حقایق را بشنوند و دریابند و رفته رفته بر زبان خود جاری سازند. پیر مراد در برابر مرید نیز مانند آینه در برابر طوطی است. البته آنان که تلاش و مجاهده میکنند ابواب رحمت الهی برایشان گشاده میگردد و از ظواهر میگذرند و به حقایق میرسند. حرف درویشان بسی آموخته اند، منبر و محفل بدان افروخته اند. یا بجز آن حرفشان روزی نبود یا در آخر رحمت آمد ره نمود. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.